بزرگترین چالشی که برای تبدیل کردن یه قوطی ردبول به یه دونه از اینا دارم اینه که آلمانی‌ها اصلا دوست ندارن ازشون فیلم برداری کنی. تازه اگرم اوکی باشن کمک خیلی بزرگی نمی‌کنن. برای همین میخوام اول برم بلیطمو چک کنم. شاید میلیونر شدم. Hallo. Sag mir bitte, ich habe eine Million gewonnen. Dankeschön. Schönen Tag. حالا دیگه فقط شکلات‌ها واسم مونده. باید میرفتم سراغ جوونا و اتفاقا کسی رو پیدا کردم که بهم گفت نمونه این چالش رو قبلا تو یوتیوب دیده. و داره میره پیش دوست دخترش و بعدش نمیاد شکلات‌ها رو بگیره. بعد از اینکه کیفشو گشت گفت یه بلیط اضافه داره. این بلیط‌ها 18 یورو میارزه. اگه بتونم یکی رو پیدا کنم یه ذره ازم ارزون‌تر بخره عالی میشه. واسه همین رفتم دم نزدیکترین ایستگاه و منتظر شدم یکی بیاد که میخواد بلیط بخره. و قبل از اینکه از دستگاه بلیطشو بگیره بهش گفتم میتونم این بلیطو بهش 3 یورو ارزون‌تر بفروشم. اونم قبول کرد و اینجوری قوطی ما تبدیل شد به 15 یورو. اومدم یه جا که همه چیز 1 یورو. قیمت این هات ویلزا میتونه خیلی زیاد بشه ولی من واقعا نمیدونم چجوری بفهمم کدومش ارزش مندتره. شما ببین بگید اگه میدونید چون اینا واقعا میتونه انتخاب خوبی باشه ولی الان برای یه چیز دیگه اومد میرسم. ازشون عکس گرفتم و قیمتاشون تو سایت چک کردم و بعد دو تاشو برداشتم. من در واقع دنبال این شمع میگشتم. هر کدومش 1 یوروه و یه نقشه خیلی خوب دارن. 2 تا هات ویلزا رو با 12 تا از این شمع گرفتم. بریم بفروشیمشون. برای فروش شمع از این سالن کمک گرفتم. ازشون خواستم هر مشتری که میاد بهش بگه میتونه یه شمع 3 یورویی بخره و با ظرف خالیش دفعه بعد 10% تخفیف بگیره. اینجوری مشتری‌ها زودتر برمیگردن. منم تونستم زیر 2 ساعت همه شمع‌ها رو بفروشم. حالا شما بهم بگید با پولی که به دست آوردم چیکار کنم؟ تو ویدیو بعدی میبینم.